سلام و درود. امروز به خلاصه اومدیم که یک پادکستی زیبا برای تماشابینان عزیز و برای اشخاصی که واقعا میخواهند که همچون یک شاهد وقت باشند و ایده‌های مردم، افکار مردم درباره سیاست جهانی و از آن جمله در این تلاطم، در این واقعه‌هایی که در دنیا میگذرد. امروز هم صحبت ما عبیدالله سعیدی هستند و ما در اینجا با افکار خود کوشش میکنیم که در بعضی موردها صحبت کنیم. خوب، آغاز میکنیم از جنگ اوکراین و از این طرف روسیه و جنگ های دولت های عربی، از بین رفتن اسد، جنگ غزه و اسرائیل. یعنی دنیا همین 3-4 سال اخیر اصلا تنج نبود از همه طرف. موضوع کاملا یعنی واقعا اگر ما نظر بکنیم به طول همین 5 سال اخیر، واقعا ما نگاه میکنیم که واقعا در جهان یک موضوع خیلی مهم به میان اومده که این جنگ است. جنگی سردی که تو این زمان یعنی 10 سالها و عصرها پیش میرفت، این جنگی سرد و یک جنگ روبرو و یک جنگ عملی تشکیل شد که واقعا جهان رو در یک خون آغشته کرد. مثلا حمله روسیه از جمله به اوکراین که یکی از موضوعهای بسیار جهانی شد و این واقعا هم به جهان نشان داد که واقعا خونریزی خیلی زیادی در اینجا صورت گرفت. وقتی روسیه روز اول حمله کرد ما دیدیم که تقریبا به نزد دروازه کیف حکومت رسید و چیزها سبب شد بازگشت و منطقه‌های دنیسک و کریم اون طرفا را ضبط کرد و اونجا را هم مرز کرد. در این دوران صحبت میکنیم، اما یعنی واقعا هم خونریزی زیادی شد. یعنی 3 سال میشد بیشتر این جنگ ادامه داره و علاوه بر این ما اگر نگاه کنیم جنگی تقریبا 2 سال میشود که غزه و اسرائیل با هم جنگ دارند و علاوه بر همه این که مشکلات های جنگ دیگری بود. لبنان با اسرائیل جنگ داشت، خب یمن با اسرائیل جنگ داشت، هزارها جنگ ها در خاورمیانه وجود داشت. در افغانستان جنگ زده، سالها جنگ بود، طالبان آمدن، حقوق انسان بسیار زیر سوال قرار گرفت. علاوه بر همه همین باز اسرائیل جنگ را در غزه آغاز کرد. واقعا اینجا پیچیدگی را نشان میده که هزارها کودک خون مثل یک دریای ریخته شد در اونجا و همین پیچیدگی ها بسیار ما و جامعه ما تاجیکستان را نگران کرده که اگر ما هدفمان انقلاب است و از راهی روشی درست استفاده نکنیم در این غرقه، در این حالت بد گرفتار میشیم. برای همین ما امروز این موضوع رو با هم انتخاب کردیم تا اینکه صحبت کنیم، چون ما دیدیم که سوری ها 10 سالها زدن ولی توانستند در یک حالت زیرکی دولت رو از رژیم اسد برشد بگیرن و چکار کنن، خود رو نجات بدن. یا که ایرانی ها با یک سیاست بسیار روشنی توانستند از یک حمله خونینی که بزرگترین سردارها و سپاهداران آنها را از بین بردن با یک زیرکی با دیپلمات چکار کنن، اون جنگ رو خونسا کنن و بیان صلح کنن. حالا از زور استفاده کنن، از دیپلمات استفاده کنن، به هر صورت توانستن سر راه جنگ و ادامه جنگ رو بگیرن که مثل غزه و مثل امروزه اوکراین نشه که بخش از قسمت از سرزمینش را دست نگیره. برای همین ما در این موضوع امروز بسیار پیچیده خواهیم صحبت کرد. من فکر می‌کنم بیاید در قدم اول موضوع جنگی این حمله روسیه را به اوکراین آغاز بکنیم. خوب، از نگاه بنده هم حمله روسیه و هم جنگ حماس و اسرائیل و جنگ اسرائیل و ایران، اینها یعنی اگر ما تنها درباره جنگ اوکراین صحبت کنیم ما فراموش میکنیم از دیگر قطعات جهان که در اونجا چی میگذرد. البته بسیاری مردم بعد سال 2000 میان که از سال بگیم که 80 این طرف با یک آرامی زندگی میکردن، با یک امیدی که همه درست است، ما زندگی خود را داریم و هیچ کس این انتظارات را نداشت که یک بار در 3-4 سال اخیر اینقدر خاصی کامل در دنیا با حکومت پیوندن. اما این برای ملت‌های کوچک یا برای ملت‌های دولت‌های کوچک چی پیامد دارد؟ مردم در این حالت‌ها باید چیکار کنن؟ بعضی ها مثلا در همین وقتی که پوبلیکای تاجیکستان نگاه می‌کنی، مردم تاجیکستان نگاه می‌کنی، همیشه انسان‌هایی هستند که یک طرفش طرفداری نمی‌فهمم فلانی هست، طرفدار فلانی هست، اما یک فکری ملی در اینجا وجود ندارد. بنده بعضی وقتا فکر میکنم که هم یک آموختگی برای مردم ما شده است که همیشه مشغول یا اینکه به
لفظ آسان بگم طرفدار این طرف و اون طرف باشن. اگر چی نباشه اینجا یک نکته رو ذکر کنم که همین حرف خودت زدی. دقیقاً مردمی یعنی کشورهای کوچک و مردم در اون کشورهای کوچک بیشتر فکر نمیکنن که یک سیاست جهانی وجود دارد که بر قدرت ها را ساختن و این تأثیری منفی مثبتش به ما میرسه. میتونن مثبت از دیدگاه مثبت اگر اقتصادی بالاتر اینا کوشش کنن به ما میرسه و از دیدگاه منفیش بدتر میرسه. مثل که خودت گفتی اهمیت نمیده. مثلا دولت های امروز دیکتاتورهای آسیای مرکزی فکر نمیکنن که اینها در سیاست پیچیده روسیه گرفتار شدن که امروز اقتصاد به فنا رفت، شهروندان امروز کشته میشن، خونش ریخته میشن. مثلا کی فکر میکرد که تاجیکای میرن شهروندی روسیه میگیرن و در روسیه مثلا به این مشکلات عین حال گرفتار میشن که بیا برن در روسیه جان بپوسن. کسی منتظر این چیزا داشت یا کی نداشت؟ مردم منتظر این چیز نبودن، انتظار نداشتن. اما دقیقاً همین فکر در اینجا برای بینندگان از بگم که از نگاه بنده آسان کردن شهروندی گرفتن و با این سرعت زیاد اشخاص وقتی که شهروندی گرفتن همون وقت معلوم بود که به خاطر هدفها و به خاطر ایده‌های خود این بازیگران ژئوپلیتیکی جهانی میخوان اینها را استفاده برن. اما سوالی برمیاد مثلا بسیار کشورهای اروپایی نیز با سرعت دارن جوانهای از دیگر کشورها مهاجرین شهروندی میدن. یعنی پیامد این چی باشد؟ اون طرف که جنگ آغاز شد و صدها هزارها شهروندان آسیای مرکزی که اصلا این جنگ با آنها ربط ندارد به خاطر داشتن پاسپورت روسی یا اینکه مجبور بودن در زندان رفتن جنگ کردن. اما عواقب این اشخاصی که در کشورهای اروپایی با یک سرعت شهروندی خود میگیرن چی هست؟ و از طرف دیگر هم فراموش کردم که مثلا مسئله چین و تایوان هست. امروز ما جهانی بگیم ژئوپلیتیکی را در یک مشکلات عمیق میبینیم که چین و امریکا هر دو میخواهند که پیشتاز بودن خدا، خوب بودن خدا، یعنی از نگاه اسلحه و از نگاه همه چیزی که آنها دارن نشان بدهند و این جنگ ها چی رو بروی میارند و پروکاسی روسیه که با درون های خود مرزهای یعنی هوای اروپا رو شکست. اینا همش در یک خاصی هست که من فکر میکنم در اینجا ما در بگیم که پوبلیکای تاجیک نیاز داریم که در این باره صحبت کنیم. 100%. ببین ما یکی از کمبودی امروزه ملت تاجیک در چیز در عموم ما کارشناسای نظامی، کارشناسای اقتصادی، کارشناسای بین المللی در ساحه‌های گوناگون نداریم. ما در فن‌های دقیق زیاد کار نمی‌کنیم. رسانه‌هایی که بتوانند مستقیما تمامی مثلا سیاست‌های جهانی رو امروز معرفی کنن، اخبارها رو برای ما برسونن، در جهان چه اتفاقی می‌افتد تحلیل کنن، از هر دیدگاهی وجود ندارد. پس مردم ما ذهنش پوشیده هست چون تحلیل‌های دقیقی رو نگرفتن که مثلا شهروندی روسیه را بگیره فردا چی انتظارش است، اگر شهروندی اروپایی را بگیره فردا چی انتظارش است، یا که شهروندی آمریکایی را بگیره فردا چی انتظارش است. یا مثلا تمامی اشخاص مثلا سیاه‌پوستایی که در آمریکا بودن امروز در ارمیای ناتو جنگ نمی‌کنند، فعالیت نمی‌کنند، کشته نمیشن، یا اینکه کسانی که امروز در اروپا اومدن زندگی که میکنن 5-6 فرزند دارن، آیا حق کامل، حقوق کامل به اون فرزندای خودشون دارن؟ آیا امید دارن که میتونن فردا همین فرزندا رو بالایشون بگیرن از این کشور یا کشور دیگه ببرن؟ دقیقاً همین نادانی ژئوپلیتیکی سببش است که اشخاص با یک امید میان که در وطن‌های خارجه برای همیشه زندگی کنن. بله. اینها یعنی فکر رو نمیکنن که آیا بودن در یک کشوری دیگر برای آنها خوبتر است در کشور خود. مثلا اگر همه این مردم متوجه میشدن که در سیاست ژئوپلیتیکی، در سیاست جهانی همین است که هیچ چیز بدون اینکه از تو انتظارات داشته باشن داده نمیشود. یعنی چه که پاسپورت باشه و فرزندان باشن که کلون میشن. از طرف دیگر بازگشت مردم به کشور خود، یعنی ما نگاه کنیم که جنگ دوم جهان چقدر ملت‌های کوچک بزرگ در این اروپا کشته شدند، از بین رفتن اصلا کشورها، یعنی یک کارهایی شد که هیچ کس این چیز انتظار نداشت. اما
اکثری مردم دنیا با خلاصه اومدن که هر قدری که نزدیکتر در خاک خود باشی هم قدر خوبتر است. بعضی مشکلات ها می آیند اما مردم باید تصور این را نداشته باشن که های ما اومدم در فلان آلمان یا در امریکا یا که در انگلستان در همه این کشورها من میتوانم برای همیشه فرزندهای من آرامانه زندگی کنن. این فکر خطا است از نگاه بنده، چون که ما دیدیم تاریخ اروپا را از جنگ یکم جهان و دوم جهان و در آینده نیز میتونه خطر کلان باشه. بدتر از این را باید نگاه کرد. ببین همین دارایی و داشتن مال آیا به مردم مفاد میارد اگر وقتی که جنگ صورت بگیرد یا که ملت سوزی صورت بگیرد؟ مثلا مردم غزه را نگاه کنیم، ساختمان‌های بلند و باشیانه دارایی تمام چیز رو داشتن، در مدت 2 سال به خاک یکسان کرده شد. کجا شد دارایی اونها؟ دارایی در حالتی که یک واقعه یک فاجعه به میون میآید او دیگه از بین میره. برای چی قدر کارش میکنی؟ برای همین ما وقتی که میگیم برای ملتی باید آگاه بود و حکومت رو مجبور ساخت که زیرکا و عاقلمندا و یعنی شایسته سالاری در میان بود و حکومت بود، این با کدام اساس است؟ به اساس اون است که اون شایستمند، اون زیرک، اون توانمند میتواند بازی کند در فاجعه‌ای که در جهان میاد تازه از آب در میآید و کشور را از دست ندهد. ما الکی در تاریخ زیادی سرزمین را از دست دادیم و حق نداریم دیگر چون این یک اشتباه کنیم و امروز در تاجیکستان اشتباهات خیلی زیاد صورت میگیرد و این اشتباه ها فاجعه است که ملت اهمیت نمیدهد که ما آیا وارد چین میشویم، آیا وارد روسیه میشویم، آیا کاملا از بین میریم همچون ملت. اویغورها چند میلیونن امروز، کردها چند میلیونن، همیشه زیر ظلم دیگه کشورها قرار دارن، فرهنگ رو از دست دادن، زبان رو از دست دادن، دین و ایمان از دست دادن، تمام چیز رو از دست دادن. امروز اویغورها در داخل در چین در کجا زندگی میکنن؟ در داخل لگیرهای بسته تا اون چیزی را که چین میخواهد به اون رو تدریس میکنه. اما فهمیش این دقیقاً فهمیش این که انسان ها درک این داشته باشن که اگر من امروز بعضی میگن که من با سیاست کار ندارم، اما نمیدونه که از روزی تولد وقتی که تو یک انسان شهادت نامه تولدی خدا میگیرد، شما در سیاست هستین، شما در دولتداری هستین. من بسیار وقتا فکر میکنم که تا این درجه مردم ما حتی در اروپا میآیند بجز کار، بجز اینکه تنها پول دیگه کارها نیستن. من نمیدونم ما یعنی سیاستمدارها، ما انسان‌های بیدار جامعه چی کارها رو باید انجام بدیم که همین فهمش سیاست جهانی را همچون یک شرایطی ایجاد کنیم که آهسته آهسته همون تفکر رو برای مردم بیاریم که متوجه بشن که از دست دادن وطن یا اینکه از وطن فرار کردن و در دیگر کشورها زندگی کردن این به معنای اون رو ندارد که نسل دوم یا سوم تو اصلا میموند یا اینکه این نسل دومت حتی در آزادی زندگی میکنه. چون که ما دیدیم که هر قدر در کشورهای بزرگ یا در منطقه اروپا در همه جاهایی که دیگر ملت ها اومدن بعد 200-300 سال اونها رو از بین بردن یا اینکه یک وقوع به میان آمد که انسان ها ضرر جدی دیدن و از طرف دیگر راستگراها بسیاری مردم ما مثلا این کلمه را راستگرا نمیفهمند. راستگرا مثلا فهمیش راستگرا چپگرا که اصلا راستگراها مثلا هم ملتگراهایی هستند که نمیخواهند که اتباع خارجی در کشورشون زندگی کنند. آنها انسان‌هایی هستند که مثلا در اروپا میخواهند که به خاطر بگیم که انسان‌های سفید پوست کوشش بکنن که اینها برای همیشه از بین بره. یعنی یک بدبینی دیگر ملت‌ها که این هم میتواند سبب او شود که در آینده نزدیک هم یک خطر جدی برای بسیاری مردم باشد. یعنی بسیاری مردمی که فکر میکنن برای همیشه آمدن و آزادی و نمیفهم آرامی را به دست آوردن. اصلا همین داشتنی بودن در یک کشور دیگر و فکر داشتنی اونی که من آینده در اینجا ملت، دین و فرهنگ دقیق حفظ میکنیم اشتباه است. این هیچ وقت به هیچ حدی درست نیست که ما بگیم که ما رفتیم در یک کشور زندگی میکنیم در اونجا فرهنگی بیگانه است و ما فرهنگ خودمون حفظ میکنیم. امکان ندارد هیچ چیز. فرزندی تو مکتب میرود، فرهنگ این رو درس میخواند. مثال عادی بگیریم سمرقند و بخارا چگونه فرهنگ رو از دست داد. وقتی بولشویک‌ها اومدن آسیای مرکزی رو فتح کردن، اولین کاری کردن زبان فارسی
که زبان اصلی بومی اون منطقه بود از بین بردن، مدارس رو بستن، خط رو از بین بردن و گفتن اینجا دیگر ازبکستان است، ترکمنستان است و شما دیگر با خط ازبکی و با زبان ازبکی صحبت میکنید و تمام دانشمندهای زبان فارسی که در ارض بودن اون رو گرفتن و پایان گذاشتن و ازبک تبارا رو گذاشتن اونجا و زبان رو از بین بردن. حالا در اینجا یک تاکید باید کرد که این گناهی ازبک تبارها نبود. نه این سیاستی، البته این سیاستی بلشویک نه ما اینجا هدف ما رو برای همیشه مرزهای ما رو از بین ببرد و ما رو مثلا ملت دقیقاً هم زبان فارسی گفتید به خاطر چی زبان فارسی مثلا یا اینکه تاجیک حالت مخوردن چون که حکومت داری در کشورهای آسیای مرکزی یا اینکه در همون خانگرایی یا اینکه اونجا فقط زبان فارسی هم زبان دولتی استفاده میشه. اینجا یک چیز ذکر کنم. ببین هدف این بود که در آسیای مرکزی یگانه کسی که میتواند آینده دوباره یعنی شورش بکند، ایجاد بکند، دولت بسازد این پارسا هم فارس‌ها یا کمی تاجیکایی که با زبان فارسی صحبت میکنن و اساس همین برای خونسا کردن چنین یک کار اینو این کار هدف ازبک‌ها عاقلانه کار کردن و گرفتن سرزمینه و هر کسی که هدف گرفتن سرزمین دیگر را ندارد سرزمین تو را میگیرد و ازبک‌ها عاقلانه کار کردن سرزمین ما را گرفتن. این بد گفتن نسبت اونها نیست، اونها عاقلانه کار کردن و ما را خونسا کردن سرزمین گرفتن. حالا طریق روس‌ها بود، طریق هر کسی بود. نه این درست است. اونها با عمل تاریخی درست است. بله این با عمل ازبک‌ها که گرفتن سمرقند بخارا رو برایشان یک دستاورد و پیروزی است، اما برای ما تاجیک‌ها این یک ننگ تاریخی ماست که ما سرزمین خود را از دست دادیم، فرهنگ خود را در از دست دادیم، زبان و هویت خود را از دست دادیم. امروز یعنی در سمرقند بخارا و مکاتی تمامی چیزی فارسی از بین رفته است. مردم تقریبا زبان را از دست دادن. فقط زبان در اینجا یک راهی وجود مثلا سوالی که در اینجا میاد ما اگر بتوانیم که یک کانسنسوس داشته باشیم، یک فهمیشی که برای همه مردم‌های آسیای مرکزی درست بیاید، ما دو بداشتن تاجیکستان هم میتونیم که اگر بخوایم در فرهنگ خود مثلا در سمرقند در بخارا سرمایه گذاری کنیم بدون اینکه مثلا مرز بکشیم یا اینکه دوباره جنگ کنیم برای منطقه خود، از نگاه فرهنگی بتوانیم که آنها در پایه خود بایستند. اما متاسفانه در 30 سال اخیر برای فرهنگی تاجیکی و این چیزها در ازبکستان در سمرقند بخارا چیزی کرده شد. هدف اینجا صحبت ما سرشی میرفت که در اروپا ما زندگی میکنیم و فرهنگ سازی اینجا تاثیر میگذاره خیلی. یعنی هدف ما این بود از این مثال آوردن سمرقند بخارا که عین حال در سمرقند بخارا یعنی تاجیک ها که اکثریت بودن و زبان اکثریت و زبان دولت داری بود و مدارس با این زبان بود، عین حال در چه حالت قرار دارد. یعنی اصلا در حالت نابودی و هیچ هویت و خودآگاهی ملی در اونجا تقریبا وجود نداره، خیلی کم. برای همین حالا این کسانی که به اروپا اومدن فکر میکنید یعنی در بخارا زبان ازبکی را زبان دولتی، در مکاتی تمامی در درس و کتاب همه با زبان ازبکی، در اروپا تمامی در درسی که اینجا میخونن، تاریخی که میخونن، هر چیزی که میخونن با کدام زبان؟ با زبان بومی اون کشور است، نه با زبان فارسی، نه فرهنگ تو، نه تاریخ تو. پس فرزندی من و تو، فرزند یک تاجیکستانی که در اینجا میاد درس میخوند، فرهنگ کی رو میآموزد؟ خودآگاهی ملی کی رو میآموزد؟ در شکی نیست که اینجا همین کشورهای اروپایی یا کشور روسیه و هر کشور دیگری او فردا برای که جان میتوید جان سپاری میکند، برای اینها میکند، دیگر برای تاجیکستان میکند. اگر برای تاجیکستان رفت باز یک خائن دیگری که در اونجا میتونه برای دیگران خدمت بکنه. بر اساس همین من همه را در نظر ندارم، بعضی از انسان ها میتونن فرزند خود را در خانه خود بیشتر در رویه ملی تربیت کنند، ولی این خیلی کم است. به خاطر اینکه ما تاجیکا از دیدگاه فرهنگی خیلی ضعیفیم، ما زبان ملی خودمان را نمیدونیم در سطح بالا. ما با تاجیکا صحبت میکنیم چی میگم؟ نه این یک عبیدالله، من دقیقاً بعضی بسیار تحقیقات یک چیز خوب متوجه شدم که زبان تاجیکی یک زبانی هست که مثلا اکثر زبان ها برای صحبت عادی خیلی جالب است، اما زبان تاجیکی یک زبان شعر و فرهنگ و فلسفه هست. این حتی من طفل‌هایی که مثلا 16-17 ساله، امروز یک طفلی 17 ساله با من گفت که با این طرزی که شما صحبت میکنید من این طرز تاجیکی رو نشنیدم. من گفتم که زبان تاجیکی و لهجاتی که مثلا زبان فارسی دارد در وقت زمان شما اون رو متوجه خواهید شد. یعنی این آسان نیست. درست است که ما در این بالا صحبت میکنیم، اما
آیا در این غلغله جنگ هایی که در دنیا هست ما اگر بیاییم مثلا ملتگرایی راستگرایی را از بین ببریم، همچون یک ملت آسیایی مرکزی در این شورش های گئوپلیتیکی در تمام دنیا چطور ما بتوانیم که همه با یک جایی تقریبا فرهنگ هممون یک است. ما از نگاه بنده بسیاری ما در یک روحیه کلان میشیم که مثلا ازبک بدبین، قرقیز بدبین، یا که ازبک ها دیگر ملت ها رو بدبین، قزاق ها مثلا قرقیز ها. از نگاه بنده دقیقاً ما میتوانستیم که در این شورشی که در تمام دنیا ناآرامی هست ملت های آسیای مرکزی یک جامعه مستحکمی باشیم که هر دو برای مثلا ما اگر ترکمن های قزاق های ازبک ها در کشور داریم با آنها کمک کنیم که آنها زبان خود را بیاموزن، فرهنگ خود را بیاموزن، چون که هر قدری که اگر ما ورق بزنیم و تاریخی دوباره را بیاریم ما همیشه باید اختلاف کنیم، ما همیشه باید همدیگر مثلا عسکرکشی کنیم. میتوانیم که از همین مشکلات ژئوپلیتیکی که همه مشغول دیگر چیزها هستند ما از این فایده ببریم. نه این حرف خود درست است، اما باید یک چیز در نظر بگیریم. خود اون نقطه خوبی را ذکر کرد در اول که در این فوجیه جهانی که این به میان اومده است که تمام کشورها جنگ دارن با هم، اول قدرت ها با هم مسابقه دارن در گرفتن مثلا سرزمین ها، در اقتصاد، در نظامی باشد، در اقتصادی باشد، فرهنگی باشد، در هر جایی باشد خیلی تلاش میکنند. مثلا امروز چین برای آموزش زبانش در تاجیکستان خیلی تلاش میکند، امریکا هم تلاش میکند، روسیه هم مکاتب میآموزد، هر کسی برای فرهنگ و اقتصاد و نظام خود تلاش میکند. حالا در این فاجعه آسیای مرکزی اگر ما تاجیکستان را تنها صحبت نکنیم در چه حالت قرار میگیرد؟ این نکته را خود ذکر کردید که ما میتوانیم، اما باید یک چیز در نظر گرفت که تونستن ما علامت سوال است. به خاطر چی؟ به خاطری که ما مستقلیت نداریم. درست دقیقاً بنده در همین مورد میخواستم که ما وقتی که من با سیاستمدارهای آلمانی صحبت میکنم یا که اروپایی یک چیز خوب درک میکنم. اونها میگن که بله وقتی که ما تاجیکستان میشنویم روسیه در پیش نظر ما هست، یعنی شما یک برادر بزرگی دارید که از نگاه ژئوپلیتیکی، از نگاه مثلا اقتصادی جهانی، از همه طرف یعنی شما وابسته از اون هستید، یعنی که ما شما را یعنی با چشمان نزدیک های روسیه میبینیم. اما ما همچون ملت های آسیای مرکزی یک تجمع درست و یک افکاری همبستگی که ما را بتواند از این برادری کلان آزاد کند و ما این ریسورس ها و این چیزهایی که داریم در کشورها با یک جایی با هم دیگر تقسیم کنیم، واقعا آسیای مرکزی میتواند گل شکوفا شود. فکر نمی‌کنم این ملت‌گرایی بود، رازگرایی است که ما با هم دیگر نتونستیم نزدیک بیاییم. این سبب شده نمیتونن. ببین ما در آسیای مرکزی هزارها پیشنهادات داشتیم، مثلا در ازبکستان در انتخابات سال 1992 بود اگر اشتباه نکنم، یکی 98 بود، یکی از کاندیدات‌ها تقریبا انتخابات بود. برنامه و هدف چی بود؟ ازبکستان قوی‌ترین کشور آسیای مرکزی پس از کشور پس شوروی است. برنامه‌اش این بود که اگر من پرزیدنت شوم تمام مرزهای آسیای مرکزی بین یکدیگر میبردارم. این چیز جدید نیست، این پیشنهاد سالها بوده است و هست عالیه. ولی چیکار کردن؟ او رو اجازت ندادن. او وقتی پیروز شد در انتخابات بعد از یک روز چیکار کردن؟ او را بیرون کردن از کشور. او را اجازت نداشت که ما بازیگرای ژئوپلیتیکی نداشتیم، ما اشخاصی نداشتیم که واقعا ما اشخاصی نداشتیم که آنها بفهمن و متوجه بشن با یک راهی درست روسیه را با یک مثلا بخصوص هدفی من چی است؟ ببین من در اینجا منظورم این است که اگر ما بخواهیم چون یک اتحادیه را بسازیم باید دقیقاً در تمام کشورهای آسیای مرکزی اول انقلاب بکنیم. بدون انقلاب نمیشود این کار را کرد، چون جغرافیای ما از دیدگاه نظری اونی که در سال 1900 خب بین سال 1910 و 1924 که جهان بعد از جنگ یکم جهانی تغییر پیدا کرد، در اون زمان این جغرافیا تقسیم کرده شد بین غرب و شرق. بر اساس این نقشه جهانی ما همچون یک منطقه، اما این یک نقشه نانوشته هست. درست است، اما نگاه در همین حالتی که ما صحبت کردیم که روسیه قرار دارد به نزدیکی شاید یک امبارگو شود که مثلا اقتصاد روسیه واقعا در زمین زده است و باز هم خسارت بیشتر بودند. چرا؟
ما در همین حالت‌هایی که واقعا زمان داریم که آزاد شویم، این افکار در مابین مردم وجود ندارد که ما از همین چیز استفاده بریم، از یک برادری، حتی برادر نه، برادر خانه مجبوری، ارباب، یک اربابی که ما رو تمام ملت‌های دنیا مجبور ساختن که شما مثلا ما شما رو با چشمان روسیه می‌بینیم. این یک حالت درست است که ما بتوانیم مثلا باید ما طرفای منفیش هم نگاه کنیم که ملت‌ها مثلا مردم چی فکر میکنن. من اگر مثلا از دیدگاه بعضی از اشخاصا مثلا اگر چه فکری نظر من مثل نظر خودت است که باید از چنین فرصت‌ها استفاده کنن ملت‌ها و آزاد بسازن و مستقل بشوند، اما از دید نظر دیگری اگر نگاه کنیم مثلا اوکراین خواست چنین بشود، مستقل بشود، با اروپا نزدیک شود و در اتحادیه اروپا بدرد و همون جغرافیا در مقابل همون سینیاریا یا که همون چیزی نونوشته برود. اوکراین با اوکراین چی شد؟ اوکراین در خون گرفتار شد و عین حال سرزمینش را که ارزش ملی است از دست داد. کریم را از دست داد، دنباس لوگانسک از دست داد، امروز منطقه‌های دیگرش را از دست داره بیتید و از همه مهمتر تقریبا زیاده از 100,000 نفر در اینجا کشته شد و زخمی ها و این چیزا در شد، دارایی از بین رفت. حالا مثلا ملت‌های دیگر رو ببینیم، سوریه چه اتفاقی افتاد، یمن چه اتفاقی افتاد، قذافی چیکار کرد وقتی که اینها خواستن مستقلیت خود را یا که غرب را به شرق عوض کنند یا که روسیه را با امریکا عوض کنند، خواجه های خارجی را ارباب‌ها را عوض کنند، چه تغییراتی به میان آمد؟ جنگ بنده دیدگاه نگاه کنید، یعنی این دیدگاه همین دیدگاه وجود داره. یکی من منظورم همین است که مردم از اینجا ترس هراس می‌دارند. اما چرا که مثلا ما ملت‌های آسیای مرکزی نتوانیم که یک ایگراکی، یک بازیگری یعنی واقعی ابر قدرت باشیم با این قدر منطقه وسیع، با این قدر منطقه کل اروپا؟ چطور کوچک؟ نه منظور من کوچک بودن از چیز، ما دولت‌های خردخوردیم و در این دولت‌های خردخورد خائن‌ها نشستن. وقتی خائن‌ها در اینجا نشستن، ببین در فرهنگ در کشور اینا رو خودت نگاه کن، مورد دیگر کشورها رو کنار بگذار، چگونه فکر سازی مغزشویی صورت میگیرد که مردم ما درباره دیگر ملت‌ها چی فکر میکنن. مثلا از درباره افغان‌ها چی میگن؟ بچه باز هزار حرف دیگری میگه. درباره ایرانی‌ها تا دیروز چی میگفتن؟ شیعه و ده ها حرف بعدی که دشمن میتراشیدن. درباره ازبک‌ها چی وقتی که ازبکستان با چی ایجاد کرده بود مرز و فلان و فلان، هزارها تحقیر و ازبکی بیسواد اگر حرف بعد میگفتن تو ازبکی. و این تحقیرها در فرهنگ اونها نسبتی مرام هست. برای همین اما قیش جامعه را ما باید پیدا کنیم که برای این ایده درست که ما را ابرقدر بسازیم. نگاه کنید شما، بله، آسیای مرکزی با مرزهایی که امروز دارد زیاده از 3 میلیون کوادرات کیلومتر است. شما متوجه بشین، یعنی با این قدر بزرگی، با این قدر وسعت که از نگاه گاز، از نگاه بنزین، از نگاه همه نوع این نفتی درست در کشورهای ما وجود دارد. تنها ترکمنستان میتواند که صدها سال آسیای مرکزی را با گاز تامین کنه، یا قزاقستان، اما آنها این چیزها را یعنی خام میفروشن به روسیه و روسیه آنها را بر دیگر کشورها میفروشد، یعنی برای ارزان میخرن، برای قیمتتر میفروشد. یعنی چرا ما تو همین، یعنی واقعا همین ارباب که گفتین ملت‌های آسیای مرکزی فکر میکنم حال همون تفکر غلامیت که ما هیچ چیز از دست ما نمیآید، یا اینکه همون لطمه‌ای که از روزهای اول شوروی‌ها یا اینکه بازیگران اصلا ملت‌ها از چی میترسن؟ ببین ما متاسفانه در تمام کشورهای مستقلی که خودمون ساختیم ظلم وجود داشته. مثلا اخیران کشور امارات بخارا شاهاش ظلم بیشتری کردن به مردم بدخشان رو هر روز میکشتن و مردم بدخشان خودش عریضه نوشت به پادشاهی روسیه که بیاید ما را نجات بدید و ما با قسمت شما میپیوندیم. از ظلمی که از ظلم بیشتری همین پدرای من و خود که با طرف کوهسار گریختن اومدن، بر اساس گریختن و فرار کردن اونها چی بود؟ ظلمی امیر امارات بخارا بود. و این یا اینکه مثال میگه این منطقه با منطقه دیگر حمله میکرد. ما یک ساختار دقیقی که بتواند با کلی و ارزش کلی را حفاظت کند ما همین رو نداشتیم متاسفانه، و این باعث میکشه فقط یک امیر رویا در یک جامعه مونده، اون امیر هر چی میخواست میکرد، ظلم میکرد.
یا امیر دیگر جامعه و دیگر امیر رو میزد ایش از ظلم میکرد. بر اساس همین ما باید به مردم امروز به همون قشری که خودت گفتی متقاعد بسازیم که ما نسلی هستیم که باید همین گونه فکرها رو از بین ببریم که ما و شما میتونیم یک کشوری بسازیم. یعنی هیچ ملتی از دیگر ملتی برتریت ندارد و اینها همه همین تفریق اندازی روزها است که ما رو از همه دیگر ملت ها که در آسیای مرکزی هستند جدا فرمایند. مثلا واقعا همین پروپاگاندی که حتی در هر یک خانه است تحقیر کردن یک انسان به نام یک ملت یا اینکه مزاح کردن چشمای تو تنگ. مثلا من بعضی وقتا فکر میکنم که اینقدر اینها در سر مردم ما در سر افکار مردم ما به نام منطقه ما آسیای مرکزی کار کردن که ما با هم دیگر با چشم یک بگیم که دشمنی نگاه کنیم، با چشم یک تحقیر نگاه کنیم. چی می شود اگر روزی که این فهمیش در ما بیاید که آسیای مرکزی خانه همه ما هست، ما هیچ کس از هم دیگر برتری نداریم، یعنی واقعا چطور میشه؟ ما میتونستیم بازیگر واقعی گیوپولیتیکی باشیم. ما میتونیم ببین همین فکر اگر ما در مردم جاری کنیم که ما اصلا اول هوش ما همین فکر با مردم ایجاد کنیم که مردم شما امروز نیاز به صادرات از دیگر کشورها ندارید، به واردات از دیگر کشورها ندارید. ما امروز در تاجیکستان گاز نداریم، مردم ترکمنستان گاز دارن. ما امروز در تاجیکستان ارد نداریم، مردم قزاقستان ارد دارن. ما امروز در تاجیکستان عسل داریم، قزاق‌ها ندارن. ما امروز در تاجیکستان هزار چیز دیگر داریم که ازبک‌ها ندارن، قرغیزها ندارن، افغان‌ها ندارن. برای همین باید ما این مردم بفهمونیم که دارایی من تو یعنی زیستی من تو باید بسیار ضرر دارد. آبی تو به در خونه من میرود. اگر من امروز یک جنگ به تو اعلام کنم آب ما به مردم تو میمیری تشنگیه. و اگر تو فردا گاز تا ببندی اور تا ببندی مردمی قزاقستان امروز بگی به تاجیکستان مشکل ایجاد کنم، مثال میگیرم اور صادر نکنه، ما چیکار میکنیم؟ دقیقاً همین تاجیکستان آب را منع کنه با ازبکستان چی دقیقاً همین افکار است که اگر ما با قدم‌های کوچک بله آهسته آهسته همین تفکر رو، چون که نه اینکه من ملتی خود ما رو از دیگرها بالا بدن، اما من فکر میکنم که همین قلب آسیای مرکزی همیشه هر کجایی که مردمش برود دیگر با بقیه آسیای مرکزی هم میرود. اگر ما همین فهمیشی عمومی رو که واقعا ما همه مردمی آسیای مرکزی با هم دیگر نزدیک هستیم، خویش هستیم، تبار هستیم، هم فرهنگ هستیم، همین ایده رو در مردم خود بیاریم و آنها نیز این چیزا بیشتر مثلا برای دیگرها تبلیغ کنن، کار خوب میتوان به صورت گرفت. اما اینجا یک ضرری هست که بسیاری کشورها فکر میکنن که خیلی ما شاید که کم‌قل‌تریم، کوچکتریم، میخوایم به خاطر فایده خود این همه کشورها رو استفاده بریم. اما چی میشده باشد که ما با همون مردمی مثلا مردمی یا اینکه همون الیت سیاسی دیگر کشورهای آسیای مرکزی یک رابطه درست برپا کنیم که بتواند سبب یعنی یک دلی همه آسیای مرکزی شود. من آرزو دارم که یک روزی آسیای مرکزی همچنین یک ابرقدرت باشد که گپی اون در دنیا گپ باشد، نه اینکه ما بیایم درباره مثلا کشورهای خودمون در یک کشورها شکایت کنیم. یعنی سخنی اول رو در منطقه خود بزنیم. درست است که ملت‌های آسیای مرکزی به هیچ ملت‌های دیگر حمله کردنی هم نیستند و از کسی چیز خواستنی نیستند، چون که واقعا ما در یک موقعیت قرار داریم که همه چیز داریم. همین طرز ببین وقتی که ما بزرگی کشورها را یک منطقه را در نظر نمیگیریم، بسیار این کاری ضعف ما است. باید ما بدونیم که منطقه ما یک منطقه دارای جهان است. ما واقعا تمام چیز را در منطقه خودمون داریم و اگر ما هم فرهنگ داریم، هم زبان داریم، هم دارایی طبیعی داریم، همه چیز در منطقه ما بهترین طبیعت رو داریم، هم 4 فصل پره در مناطق‌های ما وجود دارد و این طبیعت رو مردم در دیگر مناطق ندارن. واقعا افریقا از گرمیش میسوزه یا اینکه اروپا از سردی اصلا اذیت میکشه، نداره اون فصل‌های کامل رو. ما تمامی فصل‌ها رو در مناطق خودمون داریم که این واقعا دارایی این میتونن ما رو گفتیم با مثل بهشت زندگی کنیم، ولی بر اساس چیز ما نمیتونیم، بر اساس این پراکندگی ما را پراکنده کردن، ما را از به یکدیگر دشمن کردن و امروز چیکار میکنیم؟ او قرغیز از او ازبک از او افغان از او فلان بسمان زندگی میکنیم. برای همین ما شما امروز باید نگاه کنیم که اگر آسیای مرکزی نتواند اتحاد شود، مثل خاور میانه غرق خون میشود. امروز خاور میانه برای چی غرق خون؟ ما مثلا دور نریم
دولت‌های عربی برای چی تلخی خون شدن، غرق خون شدن؟ به خاطر اتحاد چند دولت عربی وجود دارد. همش از بین رفتن. همین خودی قذافی در یک برآمدش گفت که اگر ما حاضر اتحاد نشیم همونطوری که عراق کردن نوبت همه میرسد. همون کسانی که در سر همون منبر شیشته بودن بعد از بین رفتن صدام حسین که قذافی همون سخن را زد، حاضر چند تا همونو در سر قدرت است. مصر از بین رفت، لبنان، سوریه، خب تمامی همون دولت‌ها سرش از در کجا سینه همه اونها رو از بین بردن و کیا را در اونجا جنگ، خونریزی، غرق خون شد. اما ما در آسیای مرکزی من میگم میشه، یعنی هدف هم دقیقاً چرا که ما از این از نگاه من آسیای مرکزی مردمش در اصل من مثلا وقتی که در روسیه با قرقیزها واخوری کردم در یک جای یک کار با هم داشتیم من احترام آنها را دیدم واقعا یک احترام آنها من کردم. وقتی که من در روسیه سیاستمدار شده بودم اون وقت یعنی داشتم بر ضد حکومت و انقلاب این طورها یک زمانی دیدم که همه مردم خود ما از برای من دور شدن فقط برادرای ازبک زبان میان مرا هر روز در 07 شون از خانه میگیرن نماز میبرن نماز جمعه یا اینکه خانه خود میبرن دعوتی. من یک واقعا خیلی بزرگ هستیم وقتی که ما میگیم از منطقه آسیای مرکزی چقدر میتوانیم بزرگ باشیم با هم دیگر. حالا این ببین این را کنار بگذار چون روسیه است و عین حال ما و شما در همین اروپا که در اینجا کم هستیم هم تمامی ملت‌های آسیای مرکزی در اینجا کم است. ما وقتی یکدیگر رو در اینجا میبینیم چه احساس است؟ احساسی یعنی یکدیگر میکنیم. ما مثلا یک قرقیز یک قزاق یک ازبک در اینجا میبینیم فکر می‌کنیم یک تاجیکستانی دیدم قدش سلام آغوش میگیریم میجی بسیار نزدیکن واقعا بسیار نزدیکن. این نزدیکیت برای ما فرصت میدهد که همین فکری اتحادی سرجمی به میان بیاید ولی به این خائنانی که در سر قدرت هستند نمیشود. و در قدم اول من فکر میکنم که آسیای مرکزی اول به سازش یک حکومتی واقعا مردم سالار نیاز دارد. اگر یک کشور بله نه اصلا اگر مثال بگیریم تاجیکستان آزاد شود، ازبکستان کاملا آزاد شود، یک کشوری آسیای مرکزی کاملا آزاد کرده شود و او وابسته همین دیکتاتوریت نباشد که همین فکر همین ایدئولوژی را بتواند ترغیب کنه. این ایدئولوژی میتواند اون کشورها رو آزاد بسازد. ما از نگاه شما یعنی ما یه لیدری در کار داریم که همین ایدئولوژی را با محبت پیش ببره که ما بتوانیم که مثلا یک اتحادیه مثل اروپا مثلا دولت‌های شنگن باشیم. واقعا مثلا پرزیدنت جبور پرزیدنت قرقیزستان در یک نشست مشترک دولت‌های آسیای مرکزی که 5 نفر هستن با هم بیشتری وقت میشینن دولت‌های نمیفهمم چی از یک اسم اتحادیه هم دارن در همون نشست همین نقطه را بیان کرد که ما مرز بین خودمون برای چی داریم؟ ما باید مرزها رو از بین ببریم اقتصاد رو آزاد بگذاریم ترانزیت وجود نداشته باشد بین ما. ولی دیگر کشورها خاموشی را اختیار کردن نگذاشتن. اما همین ایدئولوژی که اون گفت آیا قرقیزستان واقعا این ایدئولوژی را ترغیب میکنه؟ نه فقط در سخن در یک جوکو ولی ترغیب نکرد. باید پرزیدنت قرقیزستان میتوانست ایرا در هر نشست جایی چی میگفت که همین سوال من چی شد چرا ما همین کار رو نمیگیم فشار میآورد. چون مثلا مثال عادی بگیریم اگر تاجیکستان رو بگیریم مثلا ارد از قزاقستان میآید این یک چه بگیم الیت شدگی است که این ارد رو با هم گرفتن و یک خانواده از این بوج میگیرن و اجازه مناپولیا کرده است و اگر که تاجیکستان وارد چنین یک اتحادیه شود این مناپول از بین میرود دوروی خانواده رحمانوف از بین میرود و رحمانوف چیز را نمیخواهد خانواده رحمانوف چیز را نمیخواهد. اما بنده به نظر من این است که ما بله همچون جامعه بیدار و همه همین شهروندان مثلا با زبان روسی دعوت کنیم یعنی هم قدم هایی را بگذاریم که همین ایده یک زندگی پیدا کنند. نه هر یک زندگی هر یک ایده یک زندگی دارد یک حیات دارد یک وقتی دارد یک مکانی دارد. واقعا خیلی خوشحال شدم که در این بارها توانستیم شرایط داشتیم با هم دیگر بله بسیار من اصلا تصوراتم دیگر بود که ما وقتی که بیانیه همین
پرزیدنت قرقیزستان رو شنیدیم، من مثلا اولین نفری بودم که را بسیار به خوبی برای که پذیرفتم و نسبت این یک مقاله نوشتم. من فکر کردم که همین گفتار جبار رو در مابین شهروندان آسیای مرکزی یک شغلی را پیش می‌برد که همه مثل من شاد می‌شوند و همه مثل من می‌نویسند و این ایدئولوژی وسیع پهن می‌شود. ولی متاسفانه همین چیز نشد. ولی ما انتظار داریم که همین گونه چیز می‌شود. فکر کنم که صحبت‌ها بیشتر شود، گفتگوهای گوناگون کرده شود. ما اگر بتوانیم مثلا قرقیزها را در یک پادکست‌ها دعوت بکنیم، قزاق‌ها را دعوت کنیم، ازبک‌ها را دعوت کنیم، افغان‌ها را دعوت کنیم، با هم بیشتر دعوت کنیم، بشینیم با هم صحبت کنیم، بیایید با هم میشینیم. اگر ما همین فکر همین ایدئولوژی را جوری نکنیم، هیچ کس با ما جوری نمی‌کنه. اما قوت ما نیست. ما همین به تنهایی نه تاجیکستان میتونم پیشرفت کنم، نه قزاقستان، نه قرقیزستان. یعنی ما اگر واقعا یک اتحادیه داشته باشیم و همون از یک گریبان سر برآریم و همین ملتگرایی بد کردن دیگر ملت‌ها را واقعا از تربیت فرزندان خود بیرون بکشیم، واقعا برای ما یک پیروزی خواهد بود. من امیدوار هستم که ما همون نسل باشیم که همین مردمی ملت‌های آسیای مرکزی را یک جای جمع کنیم ان شاء الله. امیدواریم ان شاء الله. بسیار خوشحال شدیم از صحبت امروز برادر کوهستانی. بسیار زحمت کشیدن، فکرهای جالب رو بیان کردن و امیدواریم که چنین پادکست‌ها بازم ادامه پیدا کند و در روندی چند روزه‌ای که ما با هم باشیم بتونیم چندین پادکست در موضوعهای گوناگون و برای بینندگان پیشنهاد کنیم و بتونیم فکرهای نو رو، ایده نو رو و اون چیزی که مردم از او یک چیزی برای خود میگیرن و میآموزن و برای نسل بعدی این رو میرسونن بدهیم دیگر. چون امروز اگر ما منتظر اون باشیم که کسی دیگر میاد برای ما فکر میکرد و انتظار اون باشیم که کدوم ملت دیگه، بس ما مطمئن باشیم که در همون قالبی که در تاجیکستان برای ما ساختن در همون باقی میمونیم و از اون پیش نمیریم. بزرگ شدن این همون دایره ها و همون زنجیرها را شکستن برمدن است. اگر از همون لیمیت یا که از همون کامفورتی که برای ما ساختن از همون بیرون نبرویم، ما هیچ چیز نمیفهمیم، هیچ احساس نمیکنیم. برای همین باید ما این چیزها را بشکنیم، زنجیرها را بدرونیم و بر بخیزیم، مثل پرنده آزاد پرواز بکنیم و اون زمان می شود که ما میتوانیم به یک تاجیکستانی آزاد، به یک آسیای مرکزی آزاد، به یک کشوری پیشرفته که حرف ما در جهان حرف خواهد بود. نه اونی که ما گوییم دیگر در روسیه غرور میکنیم، نمیفهمم در اروپا و امریکا و در حالی که ما هم چیز رو در تاجیکستان و در قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان داریم. امید دارم که همون نام دوم یک مبارز زنجیر شکن باشه. بله، مثلا سربرداران یکی از روندی بود که مثلا مردم خیستن این کارو کردن. چرا؟ چون اینها دوباره تکرار نشود. ما تا کی گریزه میشیم این چیز ادامه پیدا میکند. دولت‌های عربی رو مثال آوردیم که به خون یکسان شد و اگر که ما همین خاموشی را اختیار کنیم، فکر نکنن که این بالانس که عین حال هست باقی میموند. این باقی نمیموند، واقعا باقی نمیموند. چون تاریخ نشان داده است که آسیای مرکزی جای جنگ همیشه بوده است، هست و میموند و این جنگ بازپس میگرده. پس باید سری راه جنگ رو با اتحادیه، با سرجمعی بگیریم. بسیار خوشحال شدیم. زنده باشه بینندگان گرامی و همه شما را تشکر. و برنامه بعدی. خداحافظ.